یخ زدیم بابا، یخ زدیم. چقدر سرد بود این کاخ کرملینک. کرملینگ نه، کاخ کرملین قربان. حالا هر آنگوزمانی که هست، سریع برو بیت ولایت، میخوام گزارش سفر بدم. حاجی نمیشه، ترافیکه. ترافیک چیه بابا؟ مردم رو زیر بگیر برو. اینجا که دوربینی نیست بخوایم ادا در بیاریم. اگه نمیتونی من خودم بشینم ها. عظما سلام اسکا، حلقوم اسکا، چطور اسکا؟ این چه مسخره بازیه؟ مثل آدم حرف بزن ببینم چی میگی. ای حضرت عظما، مسخره بازی چیه؟ دارم روسی حرف میزنم. کل این مدت روسی یاد گرفتم. تو فارسی رو به زور حرف میزنی، بعد رفتی واسه من روسی یاد گرفتی؟ بگو ببینم پوتین چی گفت؟ والا نه از تحویل اسکا، نیروگاه اسکا خبر اسکا، نه از سامان اسکا، موشکی اسکا. تحریم اسکا هم نشکن اسکا. یعنی نه نیروگاه تحویل میدیم، نه سامانه موشکی، نه. نمیخواد ترجمه کنی، خودم بلدم. تو بهش چی گفتی؟ بله والا بنده گفتم به به چه عالی، خدمتگزار شما هستم. اون چی گفت؟ والا یه چیزایی گفت، اما اینقدر میز بینمون دراز بود اصلا صداش به هم نرسید. امام کجایی ببینی به چه روزی افتادیم؟ اینم از ملاقاتامون. حالا بگو ببینم دستاوردت از این سفر چی بود؟ بله مذاکرات روند خوبی داشت، همونطور که فرمودید. هر چی داشتیم دادیم رفت. چی گیرمون اومد؟ والا دیگه کار به اونجا نکشید. نوبت اونا که رسید ملاقات تموم شد. بعد آقای پوتین گفت هریسکا، یعنی هری. ای خاک بر سرت کنن. آنگوزمانتم عظما جون، آنگوزمانتم.